مصطفی چمران، چریک فیزیکدان سیاستمدار، مهر 1311 در شهر قم به دنیا آمد. در 1 سالگی همراه خانواده به تهران نقل مکان کرد و تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه انتصاریه نزدیک پامنار گذراند و دوران متوسطه را در دارالفنون و البرز طی کرد. از 15 سالگی در درس تفسیر قرآن آیت الله طالقانی شرکت می‌نمود و در محضر آیت الله مطهری نیز فلسفه و منطق آموخت. سال 1332 با رتبه 15 در رشته الکترومکانیک دانشگاه فنی دانشگاه تهران پذیرفته شد و در تمام دوران تحصیل جزو شاگردان ممتاز بود. وی که از نزدیک شاهد واقعه 16 آذر بود، بعد از آن به نهضت مقاومت ملی پیوست. سپس در سال 1337 با دریافت بورس تحصیلی به دانشگاه تگزاس A&M آمریکا رفت و درجه کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی برق کسب نمود. مصطفی در مقطع دکترا در رشته فیزیک پلاسمای دانشگاه برکلی ایالات کالیفرنیا نیز خوش درخشید، به گونه‌ای که پایان نامه او مرجع 2 مقاله علمی تخصصی شد. مصطفی چمران در دهه 60 میلادی در آزمایشگاه‌های بل و همچنین آزمایشگاه پیشرانی جت ناسا استخدام شد، اما پس از مدتی آمریکا را رها کرد و در مصر دوره‌های چریکی و جنگ‌های پارتیزانی را آموزش دید و سپس به جنوب لبنان رفت. در آنجا مدیریت مدرسه صنعتی جبل عامل را پذیرفت و در کنار امام موسی صدر در راه اندازی بازوی نظامی حرکت المحرومین عمل نقش مؤثری را ایفا کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی، چمران پس از 22 سال به میهن بازگشت. در ابتدا به سمت معاون نخست وزیر در امور انقلاب در دولت مهندس بازرگان منصوب و سپس وزیر دفاع شد. او در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در جایگاه نماینده مردم تهران بر کرسی نشست و همزمان نماینده امام در شورای عالی دفاع شد. در دوران جنگ نیز چمران نقش مؤثری در جلوگیری از سقوط سوسنگرد ایفا کرد. تأسیس شاخه اسلامی انجمن دانشجویان ایرانی در آمریکا، همکاری با امام موسی صدر در تربیت نیروهای چریک و مبارز در جنوب لبنان، تربیت اولین گروه‌های پاسدار انقلاب در تهران و تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم در اهواز در زمان جنگ تحمیلی از مهمترین دستاوردهای دکتر چمران است. او سرانجام بعد از عمری مجاهدت 31 خرداد 1360 در منطقه دهلاویه به شهادت رسید.